Mi resalutas ĉiujn ĉeestantojn kaj spektontojn de la filmo. Ni estas en la unua tago de ICOCO, Internacia Kongreso pri Interkultura Komunikado, kaj nun mi faros por vi la duan prelegon, kies titolo estas Internaciaj retseminarioj por prezentado de Esperanto en universitatoj. Kaj la dua parto estas Esperanto por fremdlandaj studentoj en Irano kaj en la mondo. Do mi nun montras mian dosieron kaj parolos por vi por kelkaj minutoj. Kaj se vi havis demandon aŭ komenton, mi tre gajiĝos aŭdi aŭ respondi. Yes. Mi unue deziras iomete paroli pri la nuna kongreso fakte ICOCO. ICOCO estas mallongigo de Internacia Kongreso pri Interkultura Komunikado. خب من امروز که 27 آذر 99 هست و روز اول همایش بین‌المللی ارتباطات بین فرهنگیه در خدمتتون هستم. این دومین سخنرانی که ایراد میشه در این همایش. فردا هم این همایش ادامه خواهد داشت. امروز 3 تا سخنرانیه و فردا 4 تا. سخنرانی بعدی در واقع پاسخهایی هستش که به سوالات دکتر عادل رفیعی، مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان که چند مدت پیش اونجا سخنرانی من کردم تحت عنوان اسپرانتو زبان زمان. ایشون در انتهای سخنرانی چند تا سوال مطرح فرمودن، ولی چون وقت تموم شده بود به اصطلاح قرار شد جلسه دیگه خدمتشون برسیم که ان شاءالله امشب در خدمتشون هستیم. و همونطور که من خدمتشون قول دادم، خواهش کردم از یک زبانشناس به اصطلاح به نام اسپرانتیست پروفسور رناتو کورستی که استاد دانشگاه روم هستند و یک اسپرانتیست مادرزاد که یک خانم جامعه شناس مجارستانی هستند. چون یکی از سوالای دکتر رفیعی در ارتباط با این بودش که آیا اسپرانتیست مادرزاد وجود داره یا نه. پس بعد از سخنرانی من این برنامه خواهد بود 1 ساعت بعد. Do mi unue diras che la iniziatinto de ICOCO estas profesoro Vicente Manzano Arondo, fama je Vico. Li estas profesoro ĉe Sevilla Universitato en Hispanio kaj li havas tre bonajn, tre laŭdindajn iniciatojn. Kaj de tempo al tempo li komencas kaj bone plenumas diversajn projektojn iele rilataj al Esperanto kaj ties disvastigo precipe en universitata medio, en akademia rondo. La lasta estas tiu ĉi kongreso ICOCO 1 kaj fakte la strukturo de tiu ĉi kongreso estas tre interesa. La deirpunkto de profesoro estas tio, ke nun plej multaj kongresoj en la mondo estas diskriminaciaj kaj ili estas ĉefe por tiuj kies patrina lingvo aŭ denaska lingvo estas la angla, aŭ tiuj kiuj bone lernis ĝin, kiuj ja konsistigas tre malgrandan elcenton de la terra loĝantaro, ni diru. Kaj tiu ĉi kongreso estas ĉi tiel, ke tiu ĉi kongreso fakte, kiel li diris, estas nur iu prova, eksperimenta kongreseto nur en 5 landoj, kaj post tio espereble estos multe pli grandaj kaj multe pli vastaj kongresoj en multe pli da landoj samtempe. Mi nun volas iomete diri که kia okazas tiaj ĉi kongresoj. مغز متفکر به اصطلاح این کنگره‌ای که الان توش هستیم
همایش بین‌المللی ارتباطات بین فرهنگی. ایشون هستن پروفسور وینسنت مانزانو آروندو. ایشون استاد رفتار انسانی در دانشگاه سویل اسپانیا هستند و معروف به ویگو در دنیای اسپرانتو. ایشون خیلی ابتکارات به اصطلاح قابل تحسینی زده در طی دهه‌های قبل و به خصوص به اصطلاح دغدغه‌شون معرفی کردن اسپرانتو در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهیه. و آخرین به اصطلاح پروژه‌ای که تعریف کردن و الان به همین خاطر بنده در خدمت شما هستم، این پروژه به اصطلاح همایش بین‌المللی ارتباطات بین فرهنگیه. ایشون اینطوری به اصطلاح شروع میکنه، میگه که الان اکثریت قاطع همایشایی که در دنیا برگزار میشه وقتی بین‌المللیه به نفع کسایی که یا انگلیسی زبان مادریشونه یا کسایی که انگلیسی رو خیلی خوب تونستن یاد بگیرن که میتونن ازش استفاده بکنن. چون میدونید دونستن زبان خارجی مثل انگلیسی دو حالت داره، یا به صورت پاسیو انفعالیه که شما فقط بشنوی متوجه میشی، بخونی فقط متوجه میشی، یا اینکه نه، میتونی به اصطلاح به صورت اکتیو هم به اصطلاح بگی که به اصطلاح سوال بتونی بپرسی، نظرتو بگی اینها. و تعداد کسایی که بتونن اینطوری انگلیسی رو ازش استفاده بکنن فوق العاده کمه. این همایش ایشون به همین خاطر طراحی کرده. چطوریه؟ الان تو این 5 تا کشور که این 5 تا کشور و این کنگره به اصطلاح کنگره آزمایشی و پایلوت پروژکت به اصطلاح خیلی کوچولوئه. بعد از اینکه موفق شد و به اصطلاح درس آموخته‌هاشو گرفتن که توی پروژه اصلی و همایش اصلی چطور باشه، در اشل خیلی بزرگتر تو کشورها خیلی بیشتری برگزار خواهد شد. الان این 5 تا کشور انتخاب شدن: ایران و آفریقای جنوبی و اسپانیا و کره جنوبی و آمریکا. الان به این ترتیبیه تو هر کدوم از این 5 تا کشور به زبان ملی اون کشور، گروهی که تو اون کشور هستن و تو همایش شرکت میکنن بین خودشون به زبان ملی یا اسپرانتو یا هر دو، زبان ملی ولی حتما هستش، صحبت میکنن، بحث میکنن، سخنرانی میکنن. بعد هر کدوم از اینا هم یه سایت در اختیارشون گذاشته شده توسط به اصطلاح این همایش. ایران یه سایت داره، آفریقای جنوبی یکی داره، آمریکا یکی، اسپانیا، کره جنوبی همینطور. بعد یک سایتی هم هست که به اصطلاح سایت ششمه که فقط به اسپرانتوه. توی این 5 تا سایت به اصطلاح کشوری، هر کشوری هر کاری به اصطلاح در اون کشوری داره با هم انجام میده، با هم در ارتباطن، نمیدونم سوال و جواب میکنن، سازماندهی میکنن، همایششون رو شرکت میکنن در کنگره. بعد نتیجه اینها به خصوص بعد از کنگره، بعد از همایش منعکس خواهد شد به اسپرانتو، حالا یا کامل یا چکیدهش در اون سایت به اصطلاح اسپرانتو زبان که میشه به اصطلاح نتیجه تمام این همایش‌ها. و اونی که اسپرانتو شد میشه باز به تمام زبان‌های ملی یا این شرکت کننده ترجمه بشه. به این ترتیب چیه به اصطلاح منطقه این پروژه؟ اینه که شما از نظر زبانی تحت تبعیض قرار نمیگیری. هر زبان ملی که داری میتونی توی این کنگره شرکت کنی و شرکت فعال. دوست داری سخنرانی بکنی، دوست داری آخر سوال و جواب بکنی، به زبان مادریته به راحتی میتونی انجام بدی. ولی در عین حال از بقیه کشورها و هم به اصطلاح آگاه میشی که اونا چی گفتن و حتی اگه از اونها سوال و جواب داشته باشی میتونی انجام بدی. عرض کردم که این به اصطلاح در حد یه چیز امتحانی و آزمایشیه این الانی. انشالله بعدی در مقیاس خیلی بزرگ خواهد بود. Bene. En tiu ĉi lumbildo mi volas diri ke en plej multaj kazoj oni povas vidi ke internacia estas similsignifa kun interkultura, se ne samsignifa. Ekzemple, kiam ni diras pri interkultura kunveno aŭ kongreso aŭ internacia kongreso aŭ kunveno, ili preskaŭ havas samajn aŭ similajn signifojn depende de la kazo certe. توی این به اصطلاح اسلاید من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که چون عنوان این همایش است
به اصطلاح همیشه بین‌المللی ارتباطات بین فرهنگی خیلی وقتا به اصطلاح مترادفه با بین‌المللی اگه هم معنا نباشه، در خیلی از مواقع، خیلی موقع هم نه البته، ولی در اکثر مواقع اینا رو میشه به عنوان به اصطلاح مترادف هم جای همدیگه استفاده کرد. چرا؟ چون که ملت‌های مختلف دارای فرهنگ‌های مختلفن یا فرهنگ‌های مختلف توی کشورهای مختلف به اصطلاح یافت میشن اینا. حتی بعضی وقتا در درون یک کشور باز فرهنگ‌های مختلف هستش یا در درون یک فرهنگ زبان‌های مختلف هستش. بنابراین یه مقدار به اصطلاح همپوشانی داره این تعاریف بین‌المللی و بین فرهنگی. و خوشبختانه در دنیای اسپرانتو، چون می‌دونید اسپرانتو اصلا اسمش از زبان بین‌المللی اینترناتسیا لینگو، و در محیط‌های بین‌المللی مسائل بین فرهنگی خیلی مطرحه و خیلی زودتر به اصطلاح راجبش آگاهی ایجاد میشه و خیلی زودتر در صدد این برمیان که این اگه مسئله‌ای هست حل بشه. و این چطوری حل میشه؟ از طریق شناخت هم دیگه. و برای شناخت هم میدونید به اصطلاح پله لازم، نمیگیم کافی، زبان مشترکه و اسپرانتو این پله لازم رو، یعنی اگه نباشه نمیشه واقعا. الان میبینید واقعا از طریق انگلیسی که یه تعداد خیلی کمی میتونن یادش بگیرن که اسمشون رو ما میذاریم نخبه، حالا یا خیلی مثلا متمولن یا خیلی به اصطلاح روابط خوبی دارن یا خیلی هوش زیادی دارن، استعداد زبانی دارن برای یاد گرفتن زبان و انگلیسی میتونن یاد بگیرن، اکثرا نمیتونن در این حد یاد بگیرن. بنابراین به اصطلاح اسپرانتو این پله لازم رو طی کرده. الان یه پله جلوتر از دنیای غیر اسپرانتیست و مسائل بین فرهنگی هم خوشبختانه خیلیش، من الان حدود 40 سال است در دنیای اسپرانتو هستم، دیدم به اصطلاح چقدر فرهنگ همدیگه رو میشناسن، چقدر ذهنشون باز میشه، چقدر به فرهنگ همدیگه احترام میذارن، آگاهی زیادی دارن. مقایسه بفرمایید با کسی که توی شهر یا روستای کوچیکه و با هیچ جای دنیا در ارتباط نیست، هیچ رسانه‌ای نداره، هیچ زبانی نداره غیر از زبان محلیش، خب اصلا نمیتونه تصور بکنه به اصطلاح طور دیگه‌ای بودن رو، طور دیگه‌ای زندگی کردن رو. اسمی تیون دیریس که felice en Esperanto mondo kiu ĝuas internacian lingvon aŭ la internacian lingvon, ni scias ke Esperanta nomo unue estis la internacia lingvo. Do la unua tre necesa etapo aŭ ŝtupo jam estas farita, plenumita. Ni havas inter ni komunan lingvon, Esperanton, kiu estas kaj facila kaj tre forta, tre potenza por esprimi ĉiujn nuancojn, ĉu en scienco, ĉu en literaturo, ĉu en ĉiutagaj konversacioj kaj tiel plu. Do en Esperanta mondo ni estas unu etapon, unu ŝtupon pli antaŭe ol la neesperantista mondo. Kial? Ĉar en neesperantista mondo ankoraŭ ili ne povas bone interparoli eĉ. Ni scias ke angla lingvo estas parolata aŭ lernita per tre eta elcento de la monda loĝantaro kaj ili ne ĝin tiel mastras por bone kaj aktive paroli en ĝi, kreivi en ĝi kaj kapabli respondi kaj demandi se okazas iu ekzemple scienca aŭ interkultura diskuto. Do ni esperantistoj havas tiun avantaĝon kaj jam mi diris ke ekzemple mi mem jam pasas pli ol 40 jaroj de mia esperantisteco kaj mi tion kun mia tuta ekzisto, tuta korpo, tuta menso jam spertis ke en Esperanta mondo interkulturaj aferoj multege pli jam solviĝis. Kial? Ĉar ili havas tiun komunan lingvon, ili estas esperantistoj, estas tiel scivolemaj pri aliaj lingvoj, aliaj kulturoj, aliaj literaturoj, kaj ilia menso fakte estas tiel ovrita, tiel malferma, kaj ili fakte ŝatas kaj inviti aliajn al sia kulturo kaj literaturo kaj lando kaj eĉ domo
aludas al pasporta servo. Do pro tio post Esperanto interkulturaj aferoj por la tuta mondo pli faciliĝos, pli facile konkereblos. خب حالا میخوام در مورد اقدامی که اخیراً، البته این که میگم اخیراً از ابتدای تأسیس دانشگاه تهران طبق اسناد و مدارک به اصطلاح اسپرانتو به اصطلاح تدریس میشده در دانشگاه تهران و در دوره‌های مختلف تو دانشگاه‌های مختلف تو شهرهای مختلف ایران و دنیا. اسپرانتو به اصطلاح چه به صورت درس‌های آزاد، چه به صورت درسایی که به اصطلاح واحد رسمی و درسی حساب میشن، حتی چه به عنوان به اصطلاح خود موضوع درس به عنوان یک درس، یعنی مثلا ابعاد زبانشناختی اسپرانتو. الان عذرخواهی می‌کنم، الان یک رشته‌ای که به وجود اومده در زبانشناسی، یه بسیار زیرشاخه زبانشناسی هست، اینترلینگویستیکس. لینگویستیکس میدونید زبانشناسی، اینترلینگویستیکس یعنی زبانشناسی زبانهای فراساخته مثل اسپرانتو. چون زبانهای مثل اسپرانتو الان بیش از 1000 تا درست شدن و الان به اصطلاح شناختن این زبانها و ویژگی‌هاشون و مقایسه‌شون و به اصطلاح تمایز این که کدومشون نکات مثبتی داره، کدومشون نکات منفی داره، چی بهتره، چی بدتره، کدوم به اصطلاح با قاعده تره، کدوم بی قاعده تره، کدوم با ذهن انسان به اصطلاح همخوان‌تره یا به زبانهای طبیعی نزدیک‌تر، کدوم نیست. این خودش شده یک علم به نام همین اینترلینگویستیکس یا به اسپرانتو اینترلینگویستیکو یا بینا زبانشناسی فارسیشو به اصطلاح گفته شده، یا زبانشناسی بین‌المللی، منظور زبانهای بین‌المللی. و یکی باز از زیرشاخه‌های خود زبانشناسی بین‌المللی یا بینا زبانشناسی اسپرانتو شناسیه یا اسپرانتولوژی، اسپرانتولوگیو. چرا؟ چون که در بین این 1000 تا زبانی که به اصطلاح تا به حال ابداع شده، فراساخته، اختراعی، مصنوعی، علمی، حتی اسمش رو بذاریم، اسپرانتو موفق ترینه، چه نسبت به زبانهایی که قبل از اون بودن که تعدادشون خیلی زیاد نبوده، چه زبانهایی که بعد از اون بودن که تعدادشون فوق العاده زیاد بوده. از این بیش از 1000 تا زبانی که از کم تا به حال به اصطلاح ارائه شده، اسپرانتویی که این تعداد متکلم داره، میلیونی، و در سراسر دنیا، توی شاید بشه گفت تمام کشورهای دنیا، مثلا مجله اسپرانتو که ارگان رسمی سازمان جهانی اسپرانتو، مثلا بیش از 120 کشور خواننده داره، یا پاسپورتا سرو که خدمات گذرنامه‌ای برای مسافرای اسپرانتیسته که میتونن به جای اینکه پول هتل بدن از خونه‌های به اصطلاح اسپرانتیستای دیگه تو کشورهای دیگه استفاده بکنن. اینو نقشش رو به اصطلاح خواهید دید توی پرزنتیشن هایی که امروز و فردا خواهد بود که چقدر گسترده است و تمام نقشه دنیا رو پوشونده. بنابراین اسپرانتو توی دانشگاه ها بوده از ابتدای امر، از دهه‌ها پیش. الان هم یه حرکت خیلی بزرگ و جدیتری توی به اصطلاح سالهای اخیر شروع شده در دنیا و به خصوص به عنوان مثال بخوام عرض بکنم که در دانشگاه آمستردام هلند الان اصلا کرسی به اصطلاح اینترلینگویستیک یا بینا زبان شناسی و اسپرانتو هست، اسپرانتو شناسی. مدتی پیش توی یک نشست به اصطلاح در مورد اسپرانتو در دانشگاه بود، در واقع 17 آذر 7 دسامبر، این 11مین نشست این جلسه بود. این جلسات به زبان اسپرانتو بین‌المللی، عنوانش هم هست کنپنسادوی او کنپنسیگادوی پری اسپرانتو ان اونیورسیتاتوی، یعنی همفکری در مورد اسپرانتو در دانشگاه‌ها یا همدیگر رو به فکر انداختن در مورد اسپرانتو در دانشگاه‌ها. مثلا کلمه اسپرانتوش یه ایهام قشنگی داره، این ایگی که تو پرانتز گذاشته شده به اصطلاح متعدیش کرده. در این به اصطلاح نشست از من به اصطلاح خواسته شده بود که گزارشی بدم راجع به اقدامات اخیری که در ایران انجام شده در زمینه دانشگاه‌ها
و من یه پاورپوینت مختصری درست کردم به اسپرانتو که اونو مایل هستم اینجا الان بهتون نشون بدم. خب این گزارشی که من دادم عنوانش هست، ببخشید من قبل رو به اسپرانتو نگفتم، en la decunua sesio de compensado au compensigado pri Esperanto en universitatoj, kiuj estas okazantaj ekde la lasta junio, se mi ne eraras, ĝis nun. Oni diris al mi ke mi prezentu iun raporton pri Esperanto en iranaj universitatoj, ĉar lastatempe ni havis kelkajn webinariojn kaj prelegojn kaj fakprelegojn pri Esperanto aŭ en Esperanto en iranaj universitatoj. Pro tiu raporto mi faris iun malgrandan prezentaĵon, kiun mi volas nun ĉi tie montri kaj iomete paroli. Ĝi estas en Esperanto, do vi povas mem legi. Mi pli diras do por perslingvanoj tion. عنوان این گزارشی که من دادم توی این 11مین جلسه همفکری در مورد اسپرانتو در دانشگاه‌ها که روز 17 آذر بودش، 7 دسامبر، این هستش که به اصطلاح نتایجی که از وبینارهایی که برای ارائه اسپرانتو در به اصطلاح دانشگاه ایران اتفاق افتاده چی بوده. نتایج این گفته شده توی این گزارش. اولین به اصطلاح وبیناری که اتفاق افتاد وبیناری بودش که در دانشگاه مازندران بودش. اونجا خانم دکتر زهرا کریمی از اساتید قدیمی اونجا هستن، ایشون استاد اقتصاد هستن و از اسپرانتیستای به اصطلاح قدیمی ایران هم هستن، از اسپرانتیستای برجسته ایران هستن. تا به حال خیلی به اصطلاح سخنرانی‌های مفصلی کردن، چه در ایران چه در خارج، به اسپرانتو، چه به فارسی راجع به اسپرانتو، حتی به انگلیسی همینطور خیلی ایشون تدریس میکنن، سخنرانی میکنن. اینها ایشون خیلی کمک کردن و اولین وبینار در دانشگاه مازندران بود و جناب آقای دکتر عزیزی که مدیر دفتر همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه مازندران هستن، ایشون هم همینطور خیلی لطف داشتن. خیلی به اصطلاح خوب این وبینار برگزار شد و این پوستریه که به اسپرانتو تهیه شد، به انگلیسی هم تهیه شد، به فارسی هم تهیه شد. نمیدونم تو اسلایدهای بعدی هست یا نه، ولی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 3 تا سخنران داشت این همایش بین‌المللی معرفی اسپرانتو در دانشگاه. La unua internacia red seminario por presentado de Esperanto al la ekstera publiko en iranaj universitatoj okazis en Universitato de Mazandarano, kiu estas norde de Irano. Kaj en tiu universitato fakte estas jam de jardekoj doktorino Zahra Karimi, kiu estas unu el tre malnovaj kaj tre kredantaj esperantistoj de Irano. Ŝi estas profesorino pri ekonomiko kaj tie instruas por jardekoj. Ŝi ankaŭ multege vojaĝis kaj vojaĝas kaj prelegas en Esperanto aŭ pri Esperanto en la persa aŭ en la angla. Kaj ŝi multege helpis por okazigado de tiu webinario. Ankaŭ doktoro Azizi, kiu estas la direktoro de la internacia oficejo pri eksterlandaj aferoj de la universitato, ankaŭ li multege helpis. Kaj fine de tiuj prelegoj, kiujn vi vidas, faris profesoro Humphrey Tonkin el Usono, profesoro Renato Corsetti el Italio kaj Anglio, kaj profesoro Francesco Morelli el Italio kaj Anglio kaj Germanio. En Italio li naskiĝis, en Anglio li studis kaj en Germanio li laboras nun. Sekve de iliaj prelegoj, doktoro Azizi tiel interesiĝis ke spontanee mem proponis ke ni estigu en la universitato licencion, kvarjaran licencion pri Esperanta fako. Do ekpost tio
ili estas en rilatoj unu kun la aliaj kaj estas pensanta kaj jam oni eĉ preparis ĉefe helpe de profesoro Renato Corsetti studplanon kvarjaran por fako Esperanto. حالا عرض کردم که در این اولین در پی به اصطلاح این نخستین همایش بین‌المللی معرفی اسپرانتو در دانشگاه که در دانشگاه مازندران بود، 3 تا از اساتید بزرگ و برجسته دنیای اسپرانتو سخنرانی کردند به اسپرانتو که ترجمه میشد به فارسی و یکی از اینها پروفسور همفری تونکین هست که سمت چپ نگاه می‌فرمایید. ایشون به اصطلاح دانش آموخته دانشگاه هاروارد هستند و رئیس دانشگاه هارتفورد در آمریکا بودند. رشتهشون هم ادبیات انگلیسی است و از شکسپیر شناسای بزرگ انگلیسی هستند و همینطور متخصص آثار ادموند اسپنسر. ایشون توی سخنرانی خودش در مورد این صحبت کرد که بله انگلیسی زبان مادری منه، خیلی هم دوستش دارم، ولی وقتی که به اصطلاح در یک جمع بین‌المللی باشم ترجیح میدم از اسپرانتو استفاده بکنم، چون که اسپرانتو زبانی نیست که مال یه ملت خاصی باشه و به معنای واقعی کلمه بین‌المللیه، ولی انگلیسی وقتی که به عنوان زبان بین‌المللی بخواد استفاده بشه این تبعیض آمیزه. چرا؟ چون من به اصطلاح با شیر مادرم انگلیسی رو یاد گرفتم، زحمت به اصطلاح آگاهانه در بزرگسالی نکشیدم، نمیدونم پول خرجش نکردم، توش نمیدونم ناکام نموندم، راحت بهش میتونم مطالعه بکنم، بنویسم، بخونم، گوش کنم، سوال و جواب بکنم، ولی بقیه این کار نمیتونم بکنم. بنابراین این تبعیضه. پس ترجیح میدم که در مجامع عمومی به اصطلاح بین‌المللی به اسپرانتو صحبت کنم، به اسپرانتو بنویسم و فرمودن که بسیاری از سخنرانی‌هاشون، بسیاری از کتاباشون، مقالات علمیشون رو به اسپرانتو نوشتن و مینویسن. سخنران دوم در این همایش دانشگاه مازندران پروفسور کورستی بودند که دانش آموخته و استاد دانشگاه روم هستند و رشتهشون هست به اصطلاح روانشناسی زبان یا سایکولینگویستیک یا به اسپرانتو پسیکولینگویستیکو. ایشون هم در مورد ابعاد سیاسی زبان بین‌المللی و انگلیسی و اسپرانتو صحبت کردند و گفتن اسنادی رو به اصطلاح نشون دادن توی پرزنتیشنشون که زبان انگلیسی چطور تحمیل شد به دنیا، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با ابتکار چرچیل و روزولت و اینا و بریتیش کانسیل به وجود اومد که به اصطلاح هزینه‌شو وزارت امور خارجه انگلستان میداد و هر سال بیشتر شد و اینها و الان این به اصطلاح مقام رو داره در دنیا که ازش این همه داره استفاده میکنه، چه مادی و چه به اصطلاح فرهنگی، چه نمیدونم هر استفاده که به اصطلاح تصور بفرمایید الان در انگلیسی داره میکنه، در مورد فیلم، در مورد موسیقی، در مورد جایزه نوبل، در مورد تمام جوایز علمی و ادبی و اینا به اصطلاح دارن سودش رو میبرن و فرمودن که اگه اسپرانتو به اصطلاح جایگزین بشه، اسپرانتو چون همه باید یاد بگیرن، چه انگلیسی، چه آمریکایی، چه افغانی، چه ایرانی، چه چینی، این به اصطلاح خیلی عادلانه تره، یعنی عدالت زبانی وقتی برقرار میشه که اسپرانتو جایگزین انگلیسی بشه. پروفسور فرانچسکو مورلی هم که استاد رباتیک دانشگاه به اصطلاح برمن آلمان هستن، ایشون گفتن که به اصطلاح خودشون به عنوان اسپرانتیست که از سالهای دبیرستان تقریبا با اسپرانتو آشنا شدن، اسپرانتو چقدر بهشون کمک کرده که مجامع بین‌المللی راه پیدا کردن، از جمله سازمان ملل و در سازمان ملل به اصطلاح حتی سخنرانی کردن و مسافرت‌ها و خیلی لکچرهایی که دادن کشور مختلف از طریق ارتباطاتی بوده که با دنیای اسپرانتو داشتن. مثلا تصاویر نشون میدادن که در چین مشغول سخنرانی هستند به اسپرانتو و چینیای اسپرانتیست برای دانشجوهای چینی به اصطلاح ترجمه میکردن. La dua internazionale seminario okazis en Universitato de Ŝirazo. Ŝirazo estas grandega urbo meze de Irano kaj en tiu ĉi retseminario kiu estis tritaga prelegis ok eksterlandaj
profesoroj esperantistaj. Kiel vi vidas, profesoro Federico Gobbo el Italio kaj Nederlando, vi scias ke li estas instruanta interlingvistikon kaj Esperanton kaj Esperantologion en la Universitato de Amsterdamo. La dua preleginto estis profesoro Renato Corsetti. La tria estis profesorino Natalia Dankova el Universitato de Quebeco de Canado, kaj ŝi parolis pri strukturo de Esperanto. Kaj ŝia prelego estis tre bonvenigita de studentoj de tiu universitato, ĉar ili nenion sciis pri Esperanto kaj ĝia strukturo. Kaj ili estis vere skuitaj ke kiom logika, kiom fleksebla Esperanto estas. Kaj fakte la titolo de ŝia prelego estis tio ke kiel Esperanto adaptiĝas laŭ vi, ja adaptas sin laŭ vi. La posta preleginto estis profesoro Humphrey Tonkin, kiu parolis pri Esperanto en universitatoj kaj rekomendis ke kiel oni per kiuj ŝtupoj fakte komencu kaj enigu Esperanton en la universitatoj. Ekzemple li diris ke unue vi komencu per liberaj klasoj, kaj tio jam fakte okazis. Morgaŭ estos la kvara sesio de Esperanto kurso virtuala en tiu universitato. Tio okazas ĉiuvendrede ekde la 6 posttagmeze laŭ irana tempo. Kaj li diris la posta paŝo estos tio ke oni povu elekti Esperanton kiel poentiga studobjekto, kaj pli posta estos tiu studobjekto nomata Esperanto aŭ Esperantologio aŭ interlingvistiko, kaj fine tiu licencio, magistreco kaj doktoriĝo pri Esperanto. در دومین همایشی بین‌المللی که در دانشگاه ایران برگزار شد، 8 سخنران خارجی، 8 استاد از دانشگاه بسیار معتبر دنیا سخنرانی کردند به اسپرانتو مجددا و با ترجمه به اصطلاح پی در پی به فارسی. و اولین سخنران آقای فدریکو گوبو بودن، بالا سمت چپ که من نشون میدم که دیده بشه فلشم. ایشون الان کرسی به اصطلاح اسپرانتو شناسی و بینا زبان شناسی و اسپرانتو رو در دانشگاه آمستردام هلند دارن. سخنرانیشون هم در مورد اسپرانتو و خالق اون دکتر لودویگ زامنهوف بود. پروفسور رناتو کورستی سخنرانی که کردن عنوانش این بود که همه انسان‌ها برابر به دنیا میان. و منظورشون این بود در این سخنرانی که ولی بعد از طریق چیزهای مختلف و به خصوص زبان نابرابری بینشون ایجاد میشه. و گفتن این نظم زبانی که الان وجود داره کاملا نابرابریزاست، تبعیض آمیزه و به اصطلاح باز اگه اسپرانتو جایگزین بشه این تبعیض‌ها از بین خواهد رفت و اون موقع معلوم میشه که به اصطلاح کی چند مرد حلاجه، چه در زمینه ادبیات که مثلا ببینید به عنوان مثال هنوز فارسی با این ادبیات قدیمی و چند هزار سالش هنوز یک نوبل ادبی نگرفت و اکثر نوبل‌های ادبی رو همین غربی‌ها و انگلیسی زبان‌ها یا حتی شرقی‌ها که کارشون به انگلیسی بوده تونستن بگیرن. سخنران سوم به اصطلاح خانم ناتالیا دانکووا بودن و ایشون در مورد ساختار زبان اسپرانتو صحبت کردن و اینکه اسپرانتو چقدر انعطاف داره و خودش رو با یادگیرنده اون انطباق میده. این سخنرانی خیلی مورد توجه قرار گرفت چون که اکثر کسایی که به اصطلاح از دانشگاه شیراز بودن با اسپرانتو و استراکچر و ساختارش آشنا نبودن و دیدن که چقدر این ساختارش به اصطلاح منطقی و آسون، چقدر انعطاف پذیره. سخنرانی چهارم مال پروفسور همفری تونکین بودش که در دانشگاه مازندران سخنرانی کرده بودن. این سخنرانیشون راجع به این بودش که چطور اسپرانتو رو وارد دانشگاه بکنیم، طبق چه مراحلی. و گفتن اولین مرحله اینه که کلاس‌های آزاد گذاشته بشه که الان گذاشته شده. فردا جلسه چهارمش هست به اصطلاح آموزش اسپرانتو مجازی برای دانشگاه شیراز، جمعه ساعت 6 هست. بعد گفتن که بعد از اون
اسپرانتو به عنوان واحد به اصطلاح درسی تو دانشگاه ارائه بشه، مثلا اسپرانتو 1 2 3 2 واحدی 3 واحدی اینها. بعد از اون اسپرانتو به عنوان یک درس به اصطلاح زبانشناسی، ابعاد زبانشناختی اسپرانتو، و بعد از اون به اصطلاح خود رشته اسپرانتو، لیسانس اسپرانتو، فوق لیسانس اسپرانتو، دکترا اسپرانتو که تو کشورهای دیگه همین الان هم هستش. La posta o la quina preleginto de la dua red seminario en Shiraza Universitato estis profesoro Denis Kif, kiu parolis pri siaj spertoj en Ĉinio. Li instruis Esperanton tie dum 2000 horoj kaj li rakontis pri tre interesaj aferoj kiam li estis instruanta Esperanton tie. La sesa estis profesoro Vico, kaj lia prelego estis pri tio, kaj la titolo fakte estis Esperanto kiel liberigilo de universitatoj. Li tiel diris ke nun la akademia mondo estas ekskluzive en la manoj de angla lingvo kaj tiuj kies patrina lingvo estas angla. Char la sciencajn revuojn, la akademiajn artikolojn, la universitatojn nun oni aprezas kaj donas poentojn kaj diras ke tio estas pli bona aŭ ne per iuj numeroj, kaj tio estas nur fare de anglalingvanoj. Kaj se vi verkas aŭ eldonas en aliaj lingvoj, viaj verkoj ne vidiĝas, ne apreziĝas. Kaj fakte rezulte de lia prelego estis aliaj prelegoj fakaj kaj pri Esperanto, kiu daŭris post lia prelego kaj en Universitato de Ŝirazo kaj en alia universitato en Esfahano. La posta preleginto estis profesorino Gang Jiafeng aŭ Arko, kiu parolis pri tio ke kiel ŝi povis enigi Esperanton en ĉinaj universitatoj. Kaj la lasta preleganto estis Francesco Morelli, profesoro Morelli, kiu parolis pri Esperanto kaj junularo. Kaj estis tre bonvenigita, ĉar plejparto de studentoj estas junaj homoj. عرض کردم که 4 سخنران بعدی به ترتیب پروفسور دنیس کیف بودن. ایشون به اصطلاح آمریکایی هست که 2000 ساعت در چین اسپرانتو رو تدریس کرده و تمام تجربیاتشون گفتن که چقدر دانشجوی چینی با علاقه و تشنگی به اصطلاح اسپرانتو رو دوست دارن یاد بگیرن و با دنیای خارج در ارتباط باشن، چون براشون انگلیسی یا هر زبان طبیعی خارجی دیگه فوق العاده سخته. سخنران بعدی پروفسور ویکو هستن که ذکرشون رفت که مبدع همین همایش هستن که من در خدمتتونم. عنوان سخنرانی ایشون این بودش که اسپرانتو به عنوان وسیله‌ای برای آزادسازی دانشگاه‌ها. چرا؟ چون ایشون معتقده که الان دانشگاه‌ها در بند زبان انگلیسی هستن. دانشگاه غیر انگلیسی زبان هم، چون الان تمام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، مقالات، مجلات علمی بر اساس زبان انگلیسی، داورها اصلا زبان غیر از انگلیسی نمیدونن تقریبا. و اسپرانتو به اصطلاح اگه باشه این تبعیض رو از بین میبره. سخنران بعدی خانم آرکو بودن از چین، خانم گانگ ژیافنگ. ایشون سخنرانیشون عنوانش این بود که من چطور اسپرانتو رو وارد دانشگاهم در چین کردم. خیلی مطالب جالبی میگفتن و اینکه از طریق یادگیری اسپرانتو دانشجوهاشون چقدر تونستن با دنیای خارج در ارتباط باشن. ایشون اسپرانتیستای به اصطلاح خارجی رو دعوت می‌کرد براشون سخنرانی بکنه، بعد دانشجوهاشون می‌برد کشورهای دیگه برای همایش‌های اسپرانتو و به همین ترتیب. سخنران آخری هم سخنران خارجی آیه فرانچسکو مورلی بودن که در دانشگاه مازندران هم صحبت کرده بودن. عنوان سخنرانیشون اینجا بود اسپرانتو و جوانان، که برای دانشجوها خیلی جالب بود چون اکثرشون جوانن. و این چیزی که اینجا به اصطلاح من مورد نوشتم اینه که فیلم هایی که راجع به از این سخنرانی گرفته شده در کانال سازمان جهانی اسپرانتو OEA، یه سازمان به اصطلاح بی‌طرف جهانیه و مقرش در هلنده، تا به حال بیش از 1000 بار دیده شده. می انکاوتیون بولاس اتنتیگی که ان کانالو د OEA
filmoj de tiu ĉi prelegoj entute vidiĝis pli ol 1000 fojojn. Do nun ni vidu ke kial tiuj ĉi du retseminarioj estis sukcesaj. Unu el aferoj estas tio ke ili estis ambaŭlingve, kaj en la loka lingvo, en irano-persa, kaj en Esperanto. Tio havis kelkajn avantaĝojn. La unua estis tio ke la akademia aŭ universitatanoj aŭdis kaj vidis vive ke kiel flue kaj kiel belsone eksterlandaj profesoroj de diversaj lingvoj kaj landoj parolas en Esperanto. Ĉar por multaj homoj, kiam mi instruas aŭ lekcias pri Esperanto en diversaj lokoj kaj universitatoj, ili demandas kiel sonas la lingvo, kaj mi tie ekzemple legas, deklamas poemon aŭ ion. Sed ĉi tie ili dum horoj aŭdis kaj ili vere ŝatis. Ĉiuj diras ke estas tre belsona kaj ili diras similas al itala aŭ hispana kaj tiel plu. عرض کردم که به اصطلاح دوستان می‌پرسیدن که این تأثیرات خوبی که این همایش‌ها داشت، این دوتا همایش داشت، علتش چی بوده؟ به اصطلاح بررسی کردیم دوستان ایرانی و خارجی و اینها، به این نتایج رسیدیم که یکی شاید این بودش که این همایش‌ها دو زبانه بود. یعنی این اساتید به اسپرانتو صحبت می‌کردن و بعد ترجمه به فارسی. این چه فایده‌ای داشت؟ یک فایدهش این بودش که دانشجوها یا اساتید این دانشگاه می‌دیدن به چشم خودشون و میشنیدن زنده که این اساتید خارجی از زبان‌های مختلف، از کشورهای مختلف چقدر روان و چقدر قشنگ به اسپرانتو صحبت میکنن و همه میگفتن که مثلا چقدر شبیه اسپانیایی یا ایتالیایی اینها، خیلی خوش آهنگ بود براشون. یکی از علل موفقیت احتمالاً این بوده چه از پوستری که به اصطلاح تهیه شد و خود دانشگاه‌ها زحمتشو کشیدن، دانشگاه مازندران، دانشگاه شیراز، و چه خود سخنرانی‌ها و بعد حتی سوال و جوابی که بعد از هر سخنرانی میشد به اصطلاح ترجمه میشد و پاسخ هم باز ترجمه میشد. Alia eble kialo por sukceso estis bunteco de landoj kaj kontinentoj kaj lingvoj. Vi vidas ke estas ili el diversaj landoj kaj lingvoj. به اصطلاح شاید عامل موفقیت دیگه این همایش‌ها تنوعی بودش که این استادا داشتن از کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف. و یه به اصطلاح علت دیگه شاید این بودش که به اصطلاح تمامی به اصطلاح عواملی که دخیل بودن توی این همایش‌ها عوامل فوق‌العاده شناخته شده، بزرگ، به اصطلاح با پرستیژ و خیلی معتبر از نظر علمی و فرهنگی و ادبی و رسمی و تمام اینها بودن. چرا؟ به عنوان مثال سازمان جهانی اسپرانتو که عرض کردم به اصطلاح مقرش در هلند و با سازمان ملل و یونسکو روابط رسمی داره، یعنی در هر جلسه‌ای که مرتبط با ارتباطات باشه، زبان باشه، اینها از OEA یا سازمان جهانی اسپرانتو دعوت میشه و سازمان جهانی اسپرانتو اونجا به اصطلاح حق صحبت داره، ارائه نظر داره، ارائه راهکار داره و تا بال سخنرانی کردن حتی به اصطلاح مسئولین این سازمان چه به اسپرانتو چه به زبان‌های دیگه در سازمان ملل و یونسکو برای کسایی که نمیدونن عرض می‌کنم که تا بال 2 تا قطعنامه داده و گفته که اسپرانتو خیلی خوبه و توصیه کرده به تمام دولش که اسپرانتو و معرفیشو وارد مدارس و دانشگاهشون بکنن. اسمی diris که alia faktoro eble estis renomaj nomoj malantaŭ tiuj retseminarioj kaj nomo de UEA kiu havas oficialan rilatojn kun UNESCO kaj UNO kaj ankaŭ tiuj grandegaj universitatoj de Irano kiel Universitato de Ŝirazo kiu havas pli ol 2000 studentojn aŭ Universitato de Mazandarano norde de Irano kiu havas eble ĉirkaŭ 5 aŭ 6 milojn da studentoj. Ankaŭ Irana Esperanto-Asocio kiu nomiĝas Sabzandishan havis rolon kaj multege helpis tie. در پی به اصطلاح این سخنرانی‌ها دوستانی که در دانشگاه شیراز آشنا شدن با این اساتید از جمله از پروفسور فرانچسکو
مورلی که متوجه شدن ایشون استاد رباتیک هستن، درخواست کردن که یه لکچر سخنرانی علمی بدن در مورد رباتیک در کشاورزی که ایشون هم خیلی با لطف پذیرفتن و به همین صورت اومدن سخنرانی کردن. ایشون به اسپرانتو میگفتن و صحبتشون ترجمه میشد، آخرام با سوال و جواب به همین ترتیب. یعنی باز به عینه دیدن همه دانشجوها که اسپرانتو در عمل چقدر روون و علمی کار میکنه و پیچیده ترین چیزای مربوط به ربات‌های به اصطلاح که در کشاورزی، مثلا رباتی بود که خیارها رو میچید و خیلی به اصطلاح برای توصیفش باید میگفتن یا مثلا مارچوبه رو، مارچوبه مثلا دو نوع، یکی سبز یکی سفید. سبزه همینطوری میاد بالا، چیدنش راحته، ولی سفیده چون با زاویه از خاک در میاد، اون ربات باید تشخیص بده که این با چه زاویه و از همون زاویه بره و نصف بیشترش تو خاکه، باید از زیر خاک بکشش بیرون، ولی رو سبزا مثلا بیرون. این چیزایی در این حد یا هر چیز دیگه ای رو به راحتی به اصطلاح ایشون گفت و به راحتی ترجمه شد و همه متوجه شدن، سوال جواب و اینها. Yes, mi diristion che sekvede tiu Shiraza ret seminario la studentoj demandis profesoron Morelli kiam ili komprenis lia fako estas robotiko, ke li prelegu por ili fake pri robotiko en agrikulturo, kaj li tiel afable tion faris kaj estis tute sukcesa, kaj fine de prelego ankaŭ oni faris siajn demandojn tra sinsekvaj tradukoj. Do می دیریس لا ریکولتوین، اینجا به اصطلاح تمام چیزایی که عرض کردم تو اون گزارش فهرست شده، به اصطلاح کارهایی که انجام شد در دانشگاه ایران و فوایدی که داشت و به اصطلاح پیامدهایی که داشت. بخش دوم صحبتم در مورد اسپرانتو برای دانشجوی خارجی در ایرانه. چون وقت کمه خیلی سریع عرض می‌کنم خدمتتون. الان ایران به اصطلاح شده یکی از مقاصد خیلی بزرگ برای دانشجوی خارجی، به خصوص دانشجوی کشورهای اطراف. اینها که وارد ایران میشن نه فارسی رو میدونن نه انگلیسی، و ایرانی‌ها میدونید به اصطلاح اساتید و اینها یا دانشجوها و رشته‌ها دانشگاه همه به فارسیه و اگه به اصطلاح چیزایی به زبان دیگه باشه به انگلیسی اکثرا، و این دو تا زبان برای اینا خیلی سخته، ولی اسپرانتو فوق‌العاده ساده است. حالا بحثایی که میشه کرد با به اصطلاح مسئولین و اینها اینه و با این دو تا دانشگاه هم صحبت شده، حالا ببینن چه کاری به اصطلاح میشه انجام داد که یک در حالت ایدئال اینه که مثلا اسپرانتو هم به این دانشجوهای خارجی یاد داده بشه هم به اساتید ایرانی. خیلی سریع این کار میتونه انجام بشه، کمتر از یک سال، در عرض یک ترم یا حد اکثر 2 ترم اسپرانتو رو تسلط کامل پیدا میکنن. بعد به همین اسپرانتو درسشون رو بخونن. الان خیلی از کتاب‌های علمی به اصطلاح هست به اصطلاح تو رشته‌های مختلف به اسپرانتو. اونایی هم که نیست و لازمه برای هر رشته‌ای که اینجا میخوان بخونن این خارجی‌ها، میشه در همین یک ترم یا یک سالی که اینا دارن میخونن ترجمه بشه به اسپرانتو توسط اساتید بین‌المللی اسپرانتو. می diras tion che nun Irano fariĝis iu granda celo por eksterlandaj studentoj. Kial? Ĉar nia valuto iom falis kaj ĉi tie estas ĉio malkara por ili, ĉu aĉetado de domoj, ĉu kostoj de universitato kaj tiel plu. Kaj kiam ili venas, ili nek scias la persan nek la anglan, kaj tiu ĉi du lingvoj en irana aŭ iranaj universitatoj estas parolata aŭ utiligata. Ni jam diskutis kun tiuj du universitatoj, nur temigis fakte che kion ni povas fari pere de Esperanto por ili. La idealo estas tio ke en unua jaro aŭ unua semestro ni lernigu al ili nur Esperanton kaj al iliaj profesoroj. Ĉar Esperanton oni povas lerni dum semestro aŭ du, kaj poste ideale lernigi ankaŭ la fakon en Esperanto. Se ne ekzistas nun la faklibroj dum tiu ĉi semestro aŭ jaro, pere de internacia samideanaro ni povas traduki ilin en اسپرانتو. همین مسئله برای تمام دانشجوهای خارجی در کل دنیا هست و همین کار رو در سطح دنیا هم میشه انجام داد. من چون وقتم تموم شد دیگه بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از توجهتون. Dankon, mia tempo estas finiĝanta, do mi ne plu parolas. Se estas demando aŭ komento,
Mi auscultas bonvole. اگه سوالی نیست خواهش می‌کنم که 10 دقیقه دیگه ما در خدمتتون هستیم با برنامه بعدی که در واقع یه به اصطلاح در انتهای سخنرانی که عرض کردم در اصفهان بود در مورد اسپرانتو در دنیا. آیه دکتر رفیعی که مسئول دپارتمان زبانشناسی در دانشگاه اصفهان هستند چند تا سوال در رابطه با اسپرانتو مطرح کردند. چون اونجا فرصت نشد پاسخ داده بشه، قرار شد که در یه فرصت دیگه خدمتشون باشیم. امشب قرار 10 دقیقه بعد از ساعت 7 در خدمتشون هستیم و من خواهش کردم از پروفسور کورستی که استاد زبانشناسی و روان زبانشناسی هستند تشریف بیارن، همراه با یه خانومی که به اصطلاح اسپرانتیست مادرزاد هستن و استاد و به اصطلاح جامعه شناسی خوندن تشریف بیارن. چون یکی از سوالای جناب دکترم در مورد این بود که آیا اسپرانتیست مادرزاد وجود داره در دنیا. پس من از خدمتتون مرخص میشم. 10 دقیقه بعد در خدمتتون هستیم، در خدمت جناب دکتر رفیعی، پروفسور کورستی و خانم استلا بومو. دانکن کایجیس. 10 دقیقه دیگه میبینم. ممنون.